حقیقتا نمیخواستم راجع به این موضوع ویدیو بذارم، ولی خب دیدم دیگه رو مخم زیادی داره راه میره، پس تصمیم گرفتم ویدیوش کنم. آره، همین. رد پیل، سیگما، زن ستیزی، چی دارم میگه؟ احتمالا خیلی هاتون با این پدیده چرت و پرت البته از نظر من آشنایی دارید. آره همونی که فقط بچه های 13 تا 15 ساله داخلشن. کمک من رو نجات بده. من نمیخوام 15 سالم باشه تو این کام. من نمیخوام باش بخوام. ببخشید، نمیخواستم اینجوش. I play this game before. یه مثال میزنم، من همین جوری یه نفر مثلا یه چرت و پرتی بلغور کرد، بعد من دیدم بهش، بعد یکی بهم گفت سیگما. داره شوخی میکنی دیگه، مگه نه؟ الان تو به من گفتی سیگما به خاطر اینکه من فقط یه جور ریدم بهش؟ نه تو اونو بهم گفتی سیگما، یه جوری بود میخواستم بهش فوش بدم داخل اون دسته. حالا این سیگما بودن و اینا 3-4 سال پیش فقط یک میم بیش نبود و به عنوان خنده استفاده میشد. همین ته استفادهشون همین بود از در واقع میم سیگما. آره، فقط برای خنده بود. مثلا داخل ویدیوهایی که ادیتورها مثلا برنامه ادیتو میدوشیدن و هزار تا افکت میزدن بود که متاسفانه من از اون آدماش نبودم، شایدم خوشبختانه. یک فان فکتی هم که باید بگم اینه که کریستیان بیل بازیگر نقش پاتریک بیتمن و بتمن که زدین دهن ما رو سرویس کردین از بس این بتمن رو گفتید، ازش پرسیدن که تو یه مصاحبه ای ازش پرسیدن که در واقع نظرت راجع به نقش پاتریک بیتمن چیه و گفتش که اصلا از نقش پاتریک بیتمن خوشش نمیاد، هیچی رو در موردش دوست نداره. Suicide threat seriously. In fact, it sort of exactly. It sort of was exciting. What do you like about Patrick Bateman? What do I like? Yeah. I like nothing about him. I mean, he's. بعد نصف این بچه‌های 13-14 ساله پروفایلشون همین پاتریک بیتمنه. Bueno, adiós, master. بعد یکم بعد از اون سال 2021 که میمش اومد میگفتن که اصلا این یه پدیده شد، این یه نوع فرهنگ شده بود، اصلا عادت شده بود سیگما و اینا اصلا سمستیزی رو مود کردن اصلا. آره، میشم گفت که بلایند دیت و اینا هم گند زد تو همه چی. کلا اینجا جای عجیبیه. من چرا ما اینجاییم واقعا؟ و میخوام بگم بسه دیگه، بسه. الان مثلا تو میخوای بری که چی بشه؟ بسه، مشتی بکش بیرون، برو با 2 تا آدم حسابی مثلا صحبت کن، یا مثل یا کلاف باشید برید با 2 تا از رفیقاتون یه املت پزی طباخی چیزی املت بخورین. what the fuck. میدونم قرار زیر این ویدیو فش بخورم، ولی خب I don't give a. کلن این بحث سیگما رو از نظر من ولش کنی. ویدیو هم 5 دقیقه شد، میخواستم 5 دقیقه صحبت کنم برم. و راستی یه چنل
دیسکورد هم میزنیم، البته زدیم کسی توش فعالیت نمیکنه و آره همین فعلا.